دشمن هم بیکار نیست، دشمن هم مشغول طراحی است. دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدن که با شیوه‌های سخت افزاری نمی شود انقلاب رو شکست داد، رفتن سراغ شیوه‌های نرم افزاری. فهمیدن که با جنگ و بمباران و نیروهای فتنه‌گر و قومیت‌گرایی و این چیزا ایران اسلامی رو از پا نمی‌توانند در بیارن، نمی‌توانند به زانو در بیارن. رفتن سراغ شیوه‌های نرم. شیوه‌های نرم تبلیغات وسوسه هاست، بی‌صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه. اسم میگذارن، نام میذارن، به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان، به عنوان دفاع از یک گروه زن، به عنوان دفاع از یک زن، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اغتشاش راه میاندازن، از شیوه‌های نرم افزاری استفاده میکنه. دختران ما، بانوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن. یکی از خانم‌ها گفتن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. این مخصوص مردان نیست، شامل زنها میشه. الان گفته شد اینجا کاملا درسته. یکی از امور مسلمین که باید بهش اهتمام ورزید عبارت از همین وسوسه ها و تدابیر موذیانه و شیوه های دشمنی، روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش ها در بسیاری از مسائل و عمدتاً مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این رو متوجه باشید.